اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لفظ الله. در لفظ الله چند قاعده است؟ دو تا. اول تفخیم، دوم ترقیق. تفخیم چیست؟ غوث خواندن. ترقیق چیست؟ باریک خواندن. خب ما گفتیم که در لفظ الله دو قاعده است. اول تفخیم، دوم ترقیق. تفخیم گفته یعنی غوث خواندن. غوث خواندن یعنی چقدر که ما حرفای استعلا را پره میخونیم، پره خواندن امین است که یعنی غوث خواندن. و ترقیق مثل حرف استفاله، چقدر که مثال ما نوپره میخونیم، نوپره خواندن یعنی باریک خواندن میشود. پس در لفظ الله هم مثال غوث خواندن است، هم باریک خواندن. لفظ الله را کدام وقت تفخیم خواندن میشود؟ اگر پیش از لفظ الله بودگی حرف ضمه فتحه داشته، مقصد ضمه فتحه باشد، آن وقت لام را غوث خوانده میشود. در اینجا میگه که در کدام وقت ما لامی که در لفظ الله هست ما یعنی غوث میخوریم، یعنی تفخیم. تفخیم گفته یعنی استعلا، یعنی پره. در اینجا نگاه کنین، اگر در اینجا میگه که اگر پیش از لفظ الله حرف بیاد که یعنی چی داشته باشد؟ حرکتی ضمه یعنی پیش و یا فتحه یا زبر، اون وقت لامی که در لفظ الله است غوث خوانده میشد، یعنی تفخیم مثل استعلا بر این یعنی پره خوانده میشود. مثال رو من کلانتر میکنم برای شما نشان میدم. در اینجا نگاه کنین، گپ در لامی در لفظ الله، انا امین لام رو میگه، یعنی لامی که لفظ الله بزرگ بعد از الف دو لام دارد. نگاه کنین، اول لام دوم، بعد حرف ها. گپ در همین لام دوم است که در بالایش تشدید گذاشته شده است. یعنی در اینجا خیلی مثال حرف استعلا و استفاله وقتی کتی حرف الف یک جا آمدن و حرکت زبر داشتن، آن وقت مثال ما یا پره میخونیم یا نو پره. در اینجا لامی که در لفظ الله است، در اینجا نگاه کنید در بالایش تشدید است و در بالایش نگاه کنید یک الف خرد است. دیدین؟ یعنی که امین لام با الف آمدگی است. پس در اینجا حرکت زبر دارد. پس در اینجا قاعده امین است که اگر پیش از لفظ الله امین حرفی آمد که حرکت پیش داشت یا حرکت زبر، اون وقت امین لام پره خوانده میشد، یعنی مثل استعلا. مثال رسول الله، دیدن؟ رسول الله، ان الله، دیدن؟ خب لام لفظ الله را کدام وقت ترقیق خوانده میشد، یعنی کدام وقت باریک خوانده میشد؟ اگر پیش از لفظ الله بودگی حرف کسره‌دار باشد، اون وقت لام باریک خوانده میشود. یعنی میگه که پیش از لفظ الله حرفی باشد که حرکتی کسره یعنی زیر داشته باشد، اون وقت لامی که در لفظ الله است امینش چی میشود؟ باریک، یعنی استفاله خوانده میشود. مثال رو نگاه میکنیم، یعنی گوش میکنیم. بالله، لله، دیدین؟ بالله، لله. در اینجا پره خوندیم لام رو، یعنی با الف پره رنگ مثل استعلا، اما در اینجا مثل استفاله. در اینجا نگاه کنیم. رسول الله، ان الله، اما در اینجا بالله، لله. فهمیدین؟ یعنی پیش از لفظ الله مقصد حرکت پیش یا حرکت زبر آمد، اون وقت همون لامی که در لفظ الله است که در بین از مقصد دوم لامش که تشدید دارد و با الف هست، الف خود و حرکت زبر دارد، اما را چی؟ استعلا یعنی پره میخونیم. اما وقتی که پیش از لفظ الله بزرگ حرکت زیر آمد، پس همون لام دوم را یعنی که تشدید دارد و با الف هست و حرکت زبر دارد، اون وقت نو پره میخونیم مثل استفاله. پس یک چیز دیگه برای شما هم بفهمونم. در اینجا نگاه کنین، اللهم. در اللهم هم چه قاعده ای که در مقصد لفظ الله می آید؟ در اینجا چه مقصد پیش از لفظ الله اگر حرکت پیش یا زبر باشد، همون لامش یعنی تفخیم یعنی غوث خوانده می شود.
در اینجا هم همین خیل. یعنی نگاه کن اللهم هم همین خیل است، مثل لفظ الله، فقط مثل اللهم، مثل بار خدایا. نگاه کنین اللهم بار خدایا. فهمیدین؟ یعنی چی قاعده ای که در لفظ الله هست، در الله، پس در اللهم هم همین خیل. این در اینجا اللهم حرکت پیش از اللهم حرفی است که حرکت زیر داره. پس در اینجا همین لام در اینجا نگاه کنین در این قرآن ها در اینجا الف خرد رو نگذاشتن برای، اما در بعض قرآن های دیگر مقصد اگر خطا نکنم در چاپای پاکستانی انا همین خیلی گذاشته شدگی است که یعنی ما با الف خوانیمش، اما در اینجا نگاه کنین در اینجا همون الف رو گذاشته شدگی نیست. پس شما بدونین که وقتی که الله یا اللهم آمد پس همین لام تجدید دارد با الف است، با الف یک جا است. فهمیدین؟ انشالله. یعنی که در اینجا نگاه کنین پیش از اللهم مقصد چی اومدگی است؟ حرف حرکت زیر دارد. در اینجا هم در همین لام که مثال تجدید دارد چی میشود؟ نوپره خوانده میشود، یعنی ترقیق. مثال قل اللهم قل اللهم قل الله لا لهم قل اللهم. این مقصد مثال زیر بود. من الان انشاءالله برای شما مثال فتحه رو نشان میدیم. در اینجا هم نگاه کنین اللهم پیش از اللهم چی است؟ زبر است. پس در اینجا چی خوانده میشود؟ غوث، یعنی تفخیم. مثال مریم اللهم مریم اللهم مریم الله الله اللهم. یعنی همین را بدونید که چقدر که در لامی مقصد چقدر که در لفظ الله اگر پیش از لفظ الله حرکت پیش و زبر آمد پس همین لامی که در لفظ الله است یعنی تفخیم، یعنی پره خوانده می شود. اما در زیر وقتی که پیش از لفظ الله حرکت زیر آمد پس همون لامی که در لفظ الله است نوپره باریک ترقیق خوانده می شود. و همین را هم بدونید که در اللهم هم همین خیلی است، چرا که در لفظ الله است قاعده، این قاعده مقصد در اللهم هم داخل دارد. انشالله امید دارم که درس را فهمیده باشید. جزاک الله خیر و بارک الله فیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.